بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. ما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در یکی دیگر از قسمت های برنامه راهنمود سنت در خدمت شما عزیزان و سروران گرامی قرار دارم. در قسمت گذشته پیرامون بدفالی صحبت کردیم و یا همان شگون بد که مسائل را در این موضوع به خدمت شما عزیزان و گرامیان عرض کردم. احادیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کردم بر نکوهش بدفالی و شگون بد، که شگون بد و بدفالی در اسلام نیست و باید یک فرد مسلمان خودش را از آن برحذر داره. و حتی احادیثی را خواندیم که رسول الله علیه و سلم می‌فرمایند بدفالی و شگون بد زدن از جمله شرک می باشد. حالا اجازه بدین قبل از این که به اقوام گذشته که نسبت به انبیا علیهم السلام شگون بد می زدند به یک موضوع دیگر بپردازیم، و آن این که کسانی که شگون بد نمی زنند چی جایگاهی در پیشگاه الله متعال دارند، چی مقامی دارند در پیشگاه الله متعال. افرادی که شگون بد می زدند حکمشان را گفتیم که رسول الله علیه السلام با صراحت کامل میگن لیس منا، و یا میگن الطیرة شرک. اما کسانی که فال بد نمی زنند، شگون بد نمی زنند، اولا اینکه این انسان ها متوکلند، قویند، اعتمادشان به الله متعال قوی هست، و این اعتماد و این توکل قوی برخواسته از ایمان قوی هست. فردی که ایمانش قوی باشه، فردی که قوت ایمان داشته باشه، فردی که باور و یقینش به الله متعال قوی باشه، این فرد بدفالی نمیزنه و شگون بد نمیزنه. نسبت به افراد، نسبت به مکانها، نسبت به زمانها، شگون بد و بدفالی در فکر این انسان و در باور این انسان وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه توکلش به الله قوی هست و این توکلش برخواسته از آن ایمان قوی است که در وجود این نفر و در وجود این شخص ریشه دوانده، و در وجود این فرد مثل که رگ در وجود این انسان هست و خون در رگه های این انسان روان هست. ایمان به الله متعال و اعتماد به الله متعال و توکل به الله متعال سبحانه و تعالی در وجود این فرد مثل خون در رگ وجود داره. پس فردی که بدفالی نمیزنه، شگون بد نمیزنه، ما در موردش میگیم که این فرد ایمانش قوی است و نتیجه قوت ایمانش این است که به الله توکل داره. و شما ببینید در قرآن کریم توکل از جمله صفات مؤمنین آمده، همچنان که الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه انفال میفرماید انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. الله میگه اینهایی که مؤمنین را تعریف میکنه، انما المؤمنون، مؤمنین را الله تعریف میکنه و صفاتشان را میگه. سومین صفتشان اینه که وعلى ربهم يتوکلون، بر پروردگارشان توکل میکنن. و بعد الله سبحانه و تعالی اینها را مؤمنان حقیقی معرفی میکنه. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم. الله متعال میگه اولا اینها مؤمنین واقعی هستند و درجات اینها در پیشگاه الله متعال بالاست و مغفرت الله شامل حالشان میشه و بهشت پروردگار برای این انسانهای متوکل و قوی است.
چون گفتیم که توکل خودش نتیجه ایمان قوی هست. چون اگر توکل در وجود انسان قوی بود، توکل انسان و اعتماد انسان و تکیه انسان به ذات اقدس الهی سبحانه و تعالی قوی بود، در حقیقت ایمان این فرد قوی هست و باور این فرد به الله قوی هست که جز او به کسی دیگر توکل نمی کنه و جز او به کسی دیگر تکیه نمی زنه. این یکی از نتیجه ها و خوبی های افرادی است که فال بد نمی زنند و شگون بد نمی کنند. صفت دیگر اینها یا خوبی دیگر این مردمی که توکلشان به الله قوی هست و این افراد در حقیقت بدفالی نمی زنند و شگون بد نمی کنند، این است که بدون حساب وارد بهشت می شوند. الله متعال اینها را بدون حساب وارد بهشت می کند. و ما در این مورد بحثایی داریم که در بحث حساب مسئله مناقشه هست و مسئله عرض هست که هر کدام از اینها باز از خود بحثای عقیدتی داره که وارد این بحثهای عقیدتی نمی شویم. حالا دقت کنید این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را. ابی امامه رضی الله تعالی عنه از پیامبر ما صلی الله علیه و سلم نقل میکنه و میگه که از پیامبر علیه السلام شنیدم که پیامبر علیه السلام فرمودن وعدنی ربی ان یدخل الجنة من امتی 70,000 لا حساب علیهم ولا عذاب. پیامبر ما میفرمایند پروردگارم بر من وعده داده که کسانی از امت تو را که اینها تعدادشان 70,000 نفر می باشه، من اینها را وارد بهشت خواهم کرد، لا حساب علیهم ولا عذاب. برای این مردم نه حساب است و نه عذاب است. سبحان الله. این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم مژده است و بشارتی است برای افرادی که توکلشان به الله قوی هست. ما از کجا میفهمیم که این 70,000 نفر کسانی هستند که اینها شگون بد نمیزنند و بدفالی نمی کنند؟ البته این حدیث را به خدمتتان عرض بکنم که در سنن ترمذی آمده. امام ترمذی رحمه الله در کتاب جامع خود این حدیث را روایت کرده، حدیث 2437. از کجا میفهمیم که این 70,000 نفر همان کسانی هستند که شگون بد نمیزنند و بدفالی نمی کنند و به الله متعال توکل می کنند؟ از این حدیث بعدی که در صحیح بخاری آمده، ابن عباس رضی الله تعالی عنه می فرماید، اجازه بدین که از اول حدیث بخوانم، جالب است. ابن عباس رضی الله تعالی عنه می گوید که روزی از روزها پیامبر صلی الله علیه و سلم بیرون شدند و فرمودند که عرضت علی الامم، امتها بر من عرضه شدند و پیش شدند و دیدم آنها را. بعضی از اینها را دیدم که همراه پیامبرشان میگذرند در حالی که یک نفر همراه این پیامبر است، و بعضی از این انبیا را دیدم که 2 نفر همراهشان هست، 2 تا از امتی 2 امت داره، و بعضی ها را دیدم که گروهی همراهش هست و النبی لیس معه احد، و پیامبر را هم دیدم که هیچ کس همراهش نیست، اصلا امتی ندارد. بعد میفرمایند و رأیت سوادا کثیرا سد الافق، یک تعداد بسیار زیادی را، لشکری زیادی را، سیاهی لشکر زیادی را دیدم که افق را بند کرده بودند. یعنی آنچه که در جلو روی انسان قرار داره اصلا کلا افق را بند کرده بودند، از بس که زیاد بودند. رسول الله علیه السلام میفرمایند من امید کردم که ای کاش اینها امت من باشند، ولی میگویند که برای من گفته شد که این موسی و امتش است، یعنی امت موسی علیه السلام هستند.
بعد پیامبر علیه السلام در ادامه حدیث میفرمایند که من امت خود را دیدم، باز گروه دیگری را دیدم که آمدند و اینها هم به اندازه بیشتر از اندازه قوم موسی علیه السلام و افق را کلا بند کردند، تا جایی که چشم کار میکنه، تا جایی که چشم توان دیدنش را داره، این مردم و این گروه و این دسته در حال آمدن هستند و این گروه را من دیدم. رسول الله علیه السلام میفرمایند که این امت من بودند و اینها امت من هستند و گفته شد برای من که ای پیامبر، ای محمد صلی الله علیه و سلم، اینها امت تو هستند. چون رسول الله علیه السلام احادیثی داریم که میفرمایند من به زیادی تعداد امت خود در روز قیامت مباهات و افتخار میکنم و افتخار است این تعداد امتی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای پیامبر ما صلی الله علیه و سلم. در ادامه حدیث رسول الله علیه السلام میفرمایند که 70,000 نفر از اینها کسانی هستند که وارد بهشت میشوند بدون حساب و کتاب، بدون حساب وارد بهشت میشوند. وقتی که رسول الله علیه السلام این نکته را برای اصحاب خود نقل میکنند که همراه این جماعت بزرگی که پیامبر دیدن میگن که و مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب، همراه این تعداد بزرگی که افق را بند کرده بودند و تعدادشان بسیار زیاد بود، پیامبر میفرمایند 70,000 نفر از اینها کسانی هستند که وارد بهشت میشوند بغیر حساب، بدون حساب. خب صحابه پیامبر وقتی این حرف را شنیدن متفرق شدن، هر کس پیش خود یک برداشت کرد که اینها چی کسانی باشند. برخی ها گفتند خب ما شاید نباشیم، چون ما دیر ایمان آوردیم و قبلا مشرک بودیم، شاید این مردم ما نباشیم، شاید فرزندان ما باشند که از ما به دنیا می آیند در حال ایمان و در حال ایمان هم از دنیا می روند. این خبر به پیامبر صلی الله علیه و سلم رسید که صحابه همچون حرفایی گفتند. پیامبر علیه السلام فرمودند هم الذین لا یتطیرون، اینها کسانی اند که فال بد نمی زنند، اینها کسانی اند که شگون بد نمی کنند، اینها 70,000 نفری هستند که وارد بهشت می شوند بدون حساب. کسانی اند که هم الذین لا یتطیرون، اینها تطیر نمی کنند، اینها شگون بد و بدفالی نمی زنند. ولا یسترقون ولا یکتوون ولا علی ربهم یتوکلون. حالا نکته‌ای که قابل بحث ماست اینه که رسول الله علیه السلام از جمله این گروه ها این 70,000 نفر را وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم معرفی می کنند، از جمله اینها یکی کسانی هستند که شگون بد و بدفالی نمی زنند و در ادامه پیامبر می فرمایند و علی ربهم یتوکلون، اینها بر پروردگارشان توکل دارند، بر پروردگارشان اعتماد دارند، بر پروردگارشان تکیه می کنند، تکیه و باورشان و اعتمادشان قوی است نسبت به الله سبحانه و تعالی. خب در ادامه حدیث میگه که عکاشه ابن محصن یکی از صحابه هست، برمیخیزه میگه یا رسول الله آیا من از جمله اونها هستم؟ پیامبر میفرمایند بله تو از جمله اونها هستی. شخص دیگری برمیخیزه که پیامبر منم هستم. پیامبر علیه السلام میفرمایند عکاشه بر تو سبقت گرفت، بر تو پیشی گرفت، یعنی در موردش پیامبر علیه السلام چیزی نمیگن. بینندگان عزیز و گرامی، اینها کسانی هستند که بدون حساب وارد بهشت میشوند و الله متعال سبحانه و تعالی ما را هم از جمله این افراد بگردانه، از جمله این مردم بگردانه که بدون حساب وارد بهشت میشوند و این نعمت بزرگی است که الله متعال سبحانه و تعالی برای بندگانش نصیب میکند. این حدیث در صحیح بخاری آمده، حدیث 5752. برخی از علما میفرمایند
شاید معنای آیه قرآن کریم که الله متعال در سوره مبارکه واقعه آیت 10 11 و 12 شاید مراد الله متعال همین افراد باشند، آن کسانی که الله میگه و السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، کسانی که پیشتازان پیشگام هستند، سابقون السابقون هستند، پیشتازند، پیشگامند بر دیگران. الله میگه اولئک المقربون، اینها مقربان درگاه الله متعال سبحانه و تعالی هستند. الله متعال اینها را از مقربان خیش و از نزدیکان به درگاه خیش قرار داده. بعد میفرماید فی جنات النعیم، اینها در میان باغهای پر از نعمتی که در بهشت است جای دارند و بهشت از آن اینهاست. پس بنابراین بیننده عزیز و گرامی، اگر میخواهی از جمله متوکلین به الله باشی و اگر میخواهی از 70,000 نفری باشی که بدون حساب وارد بهشت پروردگار میشوند و اگر میخواهی از افرادی باشی که از مقربان درگاه الهی باشی و الله متعال توصیف کرده اونها را و السابقون السابقون گفته، اولئک المقربون گفته و جایگاه آنها را ثابت کرده و جایگاه آنها را مشخص کرده فی جنات النعیم، از جمله این افراد باشی، توکلت را به الله قوی کن و شگون بد و بدفالی را از خود دور کن. نسبت به افراد، نسبت به اشخاص، نسبت به مکانها و نسبت به زمانها و نسبت به ماها و روزها و شبها شگون بد نزن، بدفالی نکن، بلکه فقط توکلت به الله متعال، به آن ذات یگانه باشد که مالک و اختیار داره همه چیز و همه کس هست و اوست که مقلب شب و روز هست، اون است که شب و روز را میگردانه. و این بدفالی ها، حالا چی به یک پرنده باشه، چی به یک انسان باشه، چی به هر کسی که میخواه و به هر چیزی که میخواه باشه. پس بناهن بینندگان عزیز و گرامی، خلاصه سخن این که این روایات و این آیت و یا آیات از کلام الله مجید دلالت صریحی بر این داره که این افراد در پیشگاه الله متعال جایگاه دارند. کدام افراد؟ افرادی که توکلشان به الله قوی هست و در ضمن اینها به افراد و اشخاص و زمانها و مکانها شگون بد نمیزنند و بدفالی نمی کنند. حالا اجازه بدین بینندگان عزیز و گرامی که از خدمت شما در این قسمت رخصت بشم و ان شاء الله در قسمت های بعدی باز هم در این مورد صحبت می کنیم و برخی از مسائل هایی که امروز اتفاق میفته در جامعه بیان بکنیم و همچنین کسانی که تا حالا بدفالی زدن راه حلشان چیست، چه کار باید بکنند، و همچنین از همه مهمتر که در ردیف اول در برنامه بعدی ما قرار خواهد داشت بحث این است که اقوام گذشته نسبت به انبیاء خود چه دیدی داشتن از نسبت به بدفالی و نسبت به شگون بد، و مشرکین مکه نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم چه دیدی داشتن و کفار نسبت به پیامبر ما صلی الله علیه و سلم در باب بدفالی و شگون بد چی نظری داشتن. اجازه بدید که در این قسمت از خدمت شما رخصت بشم تا قسمت بعدی که بار دیگر در خدمت شما عزیزان و سروران گرامی قرار خواهم گرفت. همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.